سلام. امروز میخوام شما رو ببرم به جنگل‌های هیرکانی مازندران. یه جای واقعا خاص و خیلی قدیمی که شاید کمتر شنیده باشین. این جنگل‌ها قدمتش به چند 10 میلیون سال قبل برمیگرده. یعنی حتی از زمان دایناسورها هم قدیمی‌ترن. اینجا یه موضع زنده طبیعته که توی صدها گونه گیاهی و جانوری زندگی میکنن و هنوز سر حال و سالم موندن. توی این جنگل حدود 80 تا 90 نوع درخت مختلف هست. درختایی مثل بلوط، شمشاد، افرا، انجیلی، توسکا و خیلی های دیگه که هر کدومشون دنیای خاص خودشون رو دارن. مثلا شمشاد که یه درخت همیشه سبزه و خیلی مهمه برای حفظ خاک جنگل. بعضی از درختها خیلی بزرگ و حتی 100 ساله هستن. علاوه بر درختها، گیاهای زیادی تو این جنگل هستن. گلهای وحشی، سرخسای زیبا، قارچهای مختلف، بوته‌ها و گیاهای دارویی مثل زرشک، آویشن و گلهای جنگلی که اینجا رویش دارن. همین تنوع گیاهی باعث شده که این جنگل‌ها خیلی خاص و ارزشمند باشن. جنگل هیرکانی با کلی رودخونه و جویبار پر شده. آبهای زلالی که از دل این جنگل‌ها میگذره و زندگی رو به جنگل و مردم اطراف میده. رودخونه‌ای مثل تجن و چشمه‌های کوچیک که صدای آبشون با صدای پرنده‌ها و باد تو برگ‌ها یه حس فوق‌العاده آرامش بخش درست میکنه. آب و هوای جنگل‌های هیرکانی معمولاً مرطوبه و بارندگی تو این منطقه زیاده. به همین دلیل این جنگل‌ها همیشه سرسبز و تازه‌ن. همین رطوبت و بارش باعث میشه خاک جنگل خوب حفظ بشه و جلوی سیلاب و فرسایش خاک گرفته بشه. پس جنگل‌ها نقش خیلی مهمی تو حفظ تعادل طبیعت و زندگی مردم اطراف دارن. از حیوانای این جنگل هم که میتونید شکار، گراز وحشی، سمور و گربه جنگلی و پرنده‌هایی مثل جغد، کبک و عقاب رو پیدا کنین. البته دیدن بعضیاشون سخته و خیلی از وقتها با دیدن رد پاشون یا شنیدن صداشونه که میفهمیم هنوز این جنگل زنده است و پر از حیاته. اسم هیرکانی هم برگرفته از نام یه منطقه باستانیه که این جنگل ها توش بودن. هیرکان یه اسم قدیمی برای منطقه شمال ایران بود که بخش‌های زیادی از مازندران، گیلان و گلستان رو شامل میشد. جنگل‌های هیرکانی جزء معدود جنگل‌های باقی مونده از دوران سوم زمین‌شناسی هستند که میلیون‌ها سال قدمت دارن. اما متاسفانه الان این جنگل‌ها تو خطرن. قطع غیرقانونی درخت‌ها، ساخت و ساز غیر مجاز، آتش سوزی‌ها و زباله‌ها تهدید بزرگی هستند برای این گنج طبیعی. همین الان نزدیک 20 روزه که بخش‌هایی از جنگل هیرکانی آتش گرفته و متاسفانه هنوز مهارش نکردن. مردم محلی و محیطبانان با جون و دل دارن تلاش میکنن که آتش رو خاموش کنن. اما جنگل خیلی وسیعه و آتش داره به سختی کنترل میشه. یه جنگل با این همه قدمت و ارزش که میلیون‌ها سال زنده مونده الان داره وسط آتش میسوزه و این واقعا غم انگیزه. اما امیدوارم که با کمک همه ما، با تلاش محیطبان‌ها، مردم محلی و کسایی که دلشون برای طبیعت میتپه، این آتش هرچه زودتر خاموش بشه و جنگل دوباره جون بگیره.